زن جوان وارد رستوران شد. گارسون به او پیشنهاد صندلی داد، سپس منیو را آورد. خانم بعد از اینکه انتخاب کرد چی بخورد، با علاقه به اطراف نگاه کرد. در خیابان متوجه مرد بی خانمان شد که با زندگی در خیابانها دست و پنجه نرم می‌کرد. خانم مدتی او را تماشا کرد. به نظر می رسید هیچ کس به آن مرد اهمیت نمیداد. غذای خانم رسید. او از گارسون تشکر کرد و سپس با هیجان از جایش بلند شد و غذای خود را به مرد گرسنه داد. مرد شروع به خوردن کرد. بعد از اینکه غذا را تمام کرد، خانم بشقابش را به میزش آورده و صورت حساب را خواست. مدیر رستورانت که تمام ماجرا را مشاهده کرده بود، چیزی به گارسون گفت. وقتی گارسون صورت حساب را آورد، خانم از دیدن آن تعجب کرد. یک رسید خالی بود که روی آن نوشته شده بود: مهربانی انسان قیمتی ندارد.